فراوهر چیست و چی تاریخ دارد؟ آیا درست است که فراوهر شعار زردشتی هاست؟ بله البته اینجا ببینید بعضی ایدها بود که پیش از زردشت بود. اون ایدها رو زردشت‌ها اومدند و از خود کردن و از یعنی ایدها و بعضی مثال رمزها بود، مثلا بنزگیریم سنت‌های ایرانی بود، بعضی افتخارات ایرانی یا اینکه فارسی بود که اینها اومدن از تاریخ مصادره کرده به خود نسبت دادن. مثلا همین خود پیندار نیکو، رفتار نیکو، گفتار نیکو مثلا خود همین وقت میگن دکتر جلیل دوستخواه که ترجمان اوستا هست میگه که این شعار ایرانی‌ها قبل از زردشتیت بود. خود همین مرد اعتراف داره. همین یک مرحله های در آخر هست که همون است اصلا این چیز. بعد اینو گرفتن اینا دیگه خیلی ترجمه کرد، دیگه خیلی بر مردم پیشکش کرد. یا آتشگاه ها هست. اینا بعد رستم شاهزاده میگه که آتشگاه ها پیشتر در بلندی ها و در تل ها و در کوه ها و در جاهای مثلا ادیرها گذاشته میشد، همچون مناره، همچون برای راه نشان دادن اینا. اون که به اصطلاح حاضر میگن که خودی مثل یک رادیو استفاده میشد. اینو گرفته اینا از خود کردن، گویا که این چیزی بود. بعد میشد گویم که چه خیلی این چیز رفته رفته مقدس شد، همین آتش. ببینید مردم در گذشته خیلی احتیاج به آتش داشتن برای تمام پختن، برای روشنایی، برای باز مثلا بسیار حاجتشون به همین آتش میکرد. ببینید بس بیان که تهیه آتش مشکل بود اون زمان، مثلا حاضر با این گوگرد نبود، مثلا یا وای نبود، زجگالک نبود که مردم گرند و چیکنن آتش گرانن. مجبور برای لخچه چیکارن میرفتن سنگ میزدن ممکن شد چند دقیقه شاید نیم ساعت هم میزدن تا اینکه یک لخچه پرده باید سوزه. برای خاطر اون که همین روشنی دائم ماند، برای نگاه داشتن اون تو اینکه دیگر رو از اون شعله وای استفاده برن. من مثلا اینجا دور نیست که میگه یک عالمی آثارشناس میگه که باستانشناس دور نیست که داناهای قوم این مقدمه چه کردن یک محل خاصی برای روشن ماندن آتش اختراع کردن. هر یک محله، هر یک دهه گفت فلان جا مثلا جای چی است؟ آتش است. هر شخصی که خانه‌اش مثلا آتشش خاموش شد میره اونجا یک پارچه یک شعله آتش میگیره درمو علاوه گیرکش میره و چی میکنه با آسانی کار خودش پیش میبره. بعد رفته همین چیز چی شد؟ آتش به همین شکل قداست پیدا کرد، مقدس شد برای اون. در اول چیزی عادی بود، رفت چی شد؟ دیگه مردم قداست پیدا. این عادت مثلا من یاد دارم، مثلا پیشم گاهی میشد که همسایه برای علاب می اومدن خونه، مثلا علاب گرفتن یا که لخشه گرفتن یا چیزایی که تا به نزدیکی در زمان شوری هم وجود داشت. یکی دیگر از این چیزایی که دزدیدن و مصادره کردن همین فراوهر است. همون شعاری که مثل شعاری چیز که یک قشه گویی که یک انسانی است مبین قنات داره داخل، فراوهر میگن جا عکس شیخ دیدی شده. همین فراوهر هم مثلا یاگوش کاظمی نام یک باستانشناس و زردشت پژوه ایرانی است، در یک مصاحبه میگه که فراوهر از سوی حکومت و زردشتا طرد شده. در کل این دوره طولانی حکومت ساسانی ها میگه یک اثر هنری پیدا نمیشه که دارای زمین فراوهر باشه. حالا که اینا دیگر 20 سال آخر برای خودشون شعار کرده گرفتگن، حالا که به اینا یگون دخالت نداره این چیز. یکی دیگرش میگه که فراوهر کپی برداری تاریخی است. اینا به قلم محمد رضای احمدی بیاتلی. این جوان مثلا یک جوان آثارشناس است، میگه که من اینجا بعضی عکساش پیشنهاد میکنم، میگه که اصلا اینها وقتی که کوروش رفت تو منطقه مسوپتامیا چه بین النهرین اشغال کرد، از اونجا میگه هنرمندا رو کوچوند و آورد به همون شهر پاسارگارد و چیو. بعد اون نسل آندشون داروش که اومدن تو اینکه خواستن که اونجا چی سازن، همون شهر پارس که پاسارگارد سازن. وقتی که اونجا آوردن دیگر همراه خودشون آوردن، اینها خیلی که درسته اینجا یک خدای قدیمی مردم بابل است، همون آوردن فقط از دستش کمانش گرفتن، اینجا کلاهش دیگه کردن به شکل کلاهی مثلا فارسی در آوردن و دیگر این شد شعار اونها که اینا دیگه چند سال آخر دیگه زردشت دعوا دارن که این یک نشانه چی باشد. حالا که میگه که یگان آتشکده در زمان ساسانی نمیابیم که در اونجا فراوهر داشته باشه. این چیزی است که اونها استاهای مثلا مردم بین النهر وقتی اسیر شده اومدن در ایران وقتی پاسارگارد میساختن اونجا دیگر این چیز نشد. میگه همین چیز میگه به همین شکل با خدای مصری هم هست. میگه یک نمود خدای مصری هست که به نام حورس، اینجا عکس دیدی شده، این چیز در اونها هم هست. این بنابراین به زردشتی یکم علاقه ندارن. اینا فقط مصادره کرده میدونن، اینا فقط دزدی کرده میدونن و به دیگران سنگ پرتایی، دیگه هنر ندارن. این خیلی نمونه زیاد است، لیکن به همین قدر اکتفا میکنیم که
یعنی که نباید که مردم کورکورانه به این گپای این مدعی ها باور کنن. باید که یعنی که تحقیق کرد، پژوهش کرد، بعد یک خلاصه برآورد.